درود همگیران عزیز. بسیار مخلصان ما سوال می‌دهند که دکتر همین عنوان‌های شما از کجا آمدند و بسیارشون نفهمیده گپ‌های قبیح میزنند یا گپی نفهمیده میزنند. من با آنها بحث نمیکنم، آنها رو گرفته زبله کریوت میکنم، اسمسشون удалить میکنم. با آنها بحث کردن بیفایده است، برای که سواد نیست، عقل نیست، فهمش ندارن. بیهوده است که با آنها بحث کنی یا چی فهمانی. برای همین آنها رو بلوک میمونم. یک نفهم کم شود هیچ گپ نه. برای که مخلصان هستند، طرفداران ما هستند، ما همه وقت در خدمت شما هستیم، همه وقت در سوالهای شما جواب میدیم. 2.5 سال پیش من عنوان نداشتم. 2.5 سال پیش ما سفر به دیگر مملکت ها کردم برای تجربه آموزی، یعنی خودم رو نشان دادم، برای خودم تجربه آموختم، خودم رو نشان دادم در دیگر مملکت ها همچون یک متخصص تاجیک. و در شهر تاشکند ازبکستان، در شهر مسکو ما همکاری کردیم، کار کردیم، خود رو نشان دادیم، علم خود رو نشان دادیم، تجربه آموزی کردیم. آنها ما رو همچون متخصص اعتراف کردند و همچون متخصص صاحب عنوان کردند و ما از یک محض شناس در مسکو، اگر از طرف طب خلقی هم باشد، عنوان اکادمیک شدیم، عنوان درجه عالی می گرفتیم. این روحان آدم را بلند میکند. روحان با میخواهی که کار کنی و پیشروی کنی. چون که پرزیدنت ما میگوید محترم جناب عالی، تاجیکستان با پیش، هر یک شهروند ما با پیش، اگر ما خواهیم با پیش میرویم. من که 2 سال تجربه آموزی کردم تا درجه عالی رسیدم، عنوان عالی می گرفتم. با من نه وظیفه در کار است، من خواهش یگون وظیفه طلب هم نیستم. برای خودم تجربه آموزی کردم، با این درجه رسیدم. همین هنری من و من بس است که من خدمت خلق خودم رو میکنم، خدمت مخلص خودم رو میکنم. ما همه وقت در خدمت هستیم، در خدمت شما هستیم. بر کدامی که ما در کار شده مرحمت در ما رو تخت کنید، خدمت ما با شما میرسد. سلامت باشید.